یه پاس رو به جلو، فرصت برای بازیکن بارسلونا، یک ضربه نه چندان جالب که نیمار به بیرون میزنه توپ رو. اورتون هم 4-0 استون ویلا رو در هم کوبیده. یه حرکت از سمت راست زمین، کریستیانو رونالدو، یه حرکت جالب، رونالدو میفرسته به روی دروازه، فرصت برای بازیکن رئال مادرید، راکیتیچ. این بهترین فرصت برای بازیکن رئال که گل برتری رو بزنند. زمانی که رئال و یوونتوس با هم بازی میکردن تیشرت جیجی بوفون رو به تن کرده بوده. یه فرصت برای بازیکن بارسلونا، این ضربه و توی دروازه، گل برای بارسلونا. سوارز حساب کار رو 1-0 میکنه. دقیقه 10 مسابقه سوارز بارسلونا رو در خانه رئال 1-0 پیش میندازه. یادداشت برداری رافا بنیتز، اما مسلما فشار زیادی که روی رئالیا خواهد بود. اولین فرصت خوبشون رو تبدیل به گل میکنن یاران بارسلونا. لوئیس سوارز 10مین گل فصلشه. یک بار دیگه با هم ببینیم. آفسایدی هم در کار نبود. اشتباه واران در آفساید گیری، جا موندن مدافعای تیم رئال مادرید، تک به تک شدن و ضربه حساب شده و فوق‌العاده سوارز با بیرون پای راست یک کات فوق‌العاده به توپ میده. توپ میره به اون گوشه پایین دروازه و یه گلزن بین‌المللی، یه گل در کلاس بین‌المللی به ثمر میرسونه. اینیستا پشت توپ 28 متر فاصله با دروازه است. نیمار میزنه. ضربه نیمار و واکنش عالی از نواس. اینیستا پشت محوطه جریمه، سرش بالاست. راکیتیچ رو انتخاب میکنه. فرصت برای سرخی روبرتو. ضربه او به آسمون زده شد. در 26 بازی آخر حداقل اونا خوب نبودن چون فقط 7 بار بردن. یه اشتباه. حالا فرصت برای مودریچ، پرس از جلو عالی انجام میشه. خامس، شلیک خامس و عکس العمل کلودیو براوو. یارگیری شدید در منطقه 6 قدم دروازه تیم رئال، ارسال بلند و واکنش کیلور نواس که در 2 مرحله توپ میگیره. بلافاصله با رونالدو بازی رو شروع میکنه. کریس رونالدو، بنزما، یه برخورد اونجا، رونالدو رو زمین میفته. داور دست به جیب میشه. خامس، مودریچ میفرسته برای دروازه، خطرناکه این توپ، روی تیر 2، فرصت برای تیم تیم رئال مادرید، اما توپ برگشت داده میشه. یه بار دیگه اون طرف بیل. خامس، مودریچ میفرسته برای دروازه، خطرناکه این توپ، روی تیر 2، فرصت برای تیم رئال مادرید، اما توپ برگشت داده میشه. یه بار دیگه اون طرف بیل. حالا دیگه سفیدهای مادریدی فشار رو افزایش میدن. گرت بیل روی پای چپش هم هست، سانترش اما خیلی بلنده. اشتباه براوو، دروازه خالی. عجب اشتباهی کرد کلودیو براوو و چیزی نمونده بود که دروازه بارسلونا باز بشه. اینیستا کنارش نیمار رو داره. حالا برای نیمار، فرار نیمار، تک به تک نیمار و توی دروازه. گل دوم برای بارسلونا. چه دفاع آسیب پذیری داره رئال مادرید. هر توپی رد میشه منجر به موقعیت گل میشه. این دفعه نیمار دروازه رو باز میکنه تا سنت گلزنی سوارز و نیمار ادامه داشته باشه. نیمار هم 12 گله میشه و جای خودش رو در بالای جدول گلزنا مستحکم‌تر میکنه. یه نگاه هم به نیمکت داشت تلویزیون کشور اسپانیا که نشون بده مسی تازه رو نیمکت بوده که این نتیجه به دست اومده. ببینیم با هم. مشکوک به آفسایده، به نظر اصلا آفساید میرسید. به هر شکل کمک داور ادامه بازی داد و دروازه باز شد. هیچ اعتراضی هم نمی کنن مادریدیا. یک بار دیگه صحنه رو میبینیم. یه بدن جلوتر بود نیمار. به هر شکل گل رو داور میپذیره. نیمار 2 بازیکن جا میگذاره. حرکت انفجاری نیمار، ثانیه‌های واپسین نیمه اول. یه ضد حمله دیگه از یاران بارسلونا. نیمار در منطقه جریمه، نیمار پاس بیرون، فرصت و توپ از روی خط بیرون میکشد. راکیتیچ نزدیک بود بازی 3-0 بشه. نیمکت بارسلونا بلند شده بودن. سوت پایان نیمه اول. یه بازی بسیار زیبا و جذاب و تماشا کردیم و
نتیجه 2-0 برای تیم بارسلونا بود. مارسلو دروازه رو نجات داد. راموس، مارسلو فرار میکنه. مارسلو همچنان مارسلو در منطقه جریمه. مارسلو یه مقدار خودخواهی کرد تو لحظه آخر، میتونست دو سه تا بازیکن دیگر رئال رو که اون طرف بودن ببینه. لوکا مودریچ، گرس بیل پشت محوطه جریمه، موقعیت، یه شلیک دیدنی و عکس العمل زیبای برافو. خود خامس میره برای زدن ضربه کورنر. مودریچ، بیل در مساف با ماتیو، ضربه بیل، اینم سومین موقعیت که ضربه راه دور گرت بیل در چارچوب قرار نگرفت. نیمار، ضربه دیدنی نیمار از زیر طاق دروازه. کیلور نواس توپ رو بیرون میکشه و اون رو به کورنر هدایت میکنه. ضربه کاشته قشنگ با نوک انگشتش نواس توپ رو منحرف میکنه. آندرس اینیستا روی زمین، یک توی قشنگ، اینیستا توی دروازه. گل سوم برای تیم بارسلونا. چه نتیجه عجیبی داره رقم میخوره. رئال 0 بارسلونا 3. یه گل بسیار تماشایی از آندرس اینیستا که این بار هم از دستان کیلور نواس کاری بر نمیاد. یک بار دیگه صحنه رو ببینیم. عجب پاسی داد بهش نیمار. جمع بازیکن تکنیکی اونجا جمعه. نیمار با پشت پا توپو کاش دیگه، با روی پا امون نداد. اینیستا توپ رو به گوشه دروازه کوبید. به پشت محوطه جریمه، باز هم فرصت. یه بار دیگه موقعیت برای بازیکن بارسلونا و توپی که به کنار تور میخوره. سوارز این موقعیت رو از دست میده. خب حالا مسی هم به زمین بازی خواهد رفت. توپ نیمار رو میزنند. ملاحظه میکنید که بازیکن‌های بارسلونا بیشتر دوندگی داشتند. توپ به بنزما نمیرسه. یه بار دیگه موقعیت، کارواخال و توپی که از کنار دروازه به بیرون میره. شاید نتیجه برای اونهایی که از این لحظه بازی رو میبینن باور نکردنی باشه. ارسال بلند، اونجا راموس ضربه سر میزنه، بازم ضربه سر و براوو خیلی راحت توپ واران رو میگیره. لیونل مسی، پاس در عمق عالی، فرصت برای بازیکن بارسلونا، توپ سرگردون، نیمار میکاره، مسی، کورنر برای تیم بارسلونا. نیمار از خود گذشتگی کرد و خواست مسی هم در این مسابقه گل بزنه. رابطه خیلی خوبی با هم دارن مسی و نیمار. ضد حمله به وسیله ایسکو. بیل باید یه خودشون نشون بده. گرت بیل، پاس بیرون پا برای رونالدو، فرصت برای رونالدو، تک به تک رو گل نمیکنه کریس رونالدو. واکنش عالی از کلودیو براوو که هنوز دروازش باز نشده. پاس قشنگ بیل و فرصت تک به تکی که براوو از رونالدو میگیره خورد به سرش. بازم پاس اشتباه از واران، ضعیف بازی کرده. فرصت برای مسی، سوارز، پاس به دهانه دروازه و توپی که در اختیار نواس قرار میگیره. این صحنه خیلی بهتر از اینا میتونستن کار بکنن یاران آبی و اناری پوش بارسلونا. بین بازیکن‌های سفید پوش رئال مانور میده، پاسش رو هم میرسونه. آفسایدی هم در کار نیست. سوارز تک به تک، سوارز توی دروازه، 4-0. سوارز باز هم گل میزنه و اختلاف به 4 گل میرسه. یه نتیجه خیره کننده در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو در قلب شهر مادرید، در منطقه چامارتین، جایی که زمین اختصاصی تیم رئال مادرید هست و اونا در مقابل رقیب دیرینه 4 گل میخورند. فرار زیبای سوارز، تازه یه بازیکن اون طرف خالی بود. ضربه سوارز بی‌نقص بود. فرار از تله آفساید، این بار دیگه به درستی فرار کرد و با یه ضربه بغل پای چیپ دروازه رو باز کرد. کاری از دستای کیلور نواس هم بر نمی اومد. کروس، بیل توپ میخواد، پاس خوب برای بیل، فرصت برای بیل، پاس به جلو، حالا بنزما دیگه باید با گل بکنه. آفساید کریم بنزما. با عوض کردن همیشگی او، تونی کروس میبره به سمت راست، ارسال به روی دروازه، فرصت، بنزما
این توپ رو هم در میاره براوو. خیلی خوب زد، به گوشم زد اما براوو گرفت. یک بار دیگه ببینیم، هم رونالدو بود هم بنزما ضربه رو اینجوری زد و کلودیو براوو با یه شوجه بلند توپ رو از کنار تیر بیرون کشید. نیمار، بازم یه پشت پا به نیمار. دائما دارن نیمار رو میزنن. کارت قرمز، این دفعه به این بازی کارت قرمز داره و ایسکو که خودش جانشین اومده بود بازی رو به پایان نمیرسونه و رئال 10 نفره میشه. 10 نفره به کار ادامه خواهند داد. بد جوری زد، شاید اگه مچ پا رو میزد فقط کارت زرد میگرفت، اما دقیقاً زد به قسمت بالای پای نیمار و این دفعه دیگه داور کارت قرمز رنگ رو از جیبش بیرون کشید. بلافاصله بعدش گل خوردن. کاسیمیرو جلو میره توپ رو. رونالدو، حالا موقعیت برای بنزما، ضربه بنزما و توپ از کنار دروازه بیرون میره. کورنر برای تیم رئال مادرید. ببینیم این 3-4 دقیقه پایانی میتونه برای رئالیا گلیو به همراه داشته باشه یا نه. نیمار، پاس به جلوی خوب، منیر پشت سرش پیکه بود، نذاش پیکه بزنه، خودش هم بیرون زد توپ. ساندر بیل، فرصت برای رونالدو و سوپر واکنشه. براوو دروازه رو نجات میده. دیگه رونالدو خیلی محکم زد. یک بار دیگه موقعیت رونالدو رو ببینیم، خیلی هم محکم زد و از 2-3 متری توپ رو برمیگردونه کلودیو براوو. همچنان دارن فشار میارن. بیل ضربه رو میزنه.